به نام خدا، زینب اصغرپور هستم. در این ویدیو میخوایم درباره نحوه دستیابی به علم شیمی صحبت کنیم و با مفاهیم حقیقت، فرضیه قانون و تئوری علمی آشنا بشیم. همونطور که میدونید همه ما انسان ها دنبال دستیابی به حقیقت هستیم و دوست داریم که با واقعیت های جهان هستی آشنا بشیم. به همین دلیل همیشه نگرش های مختلفی نسبت به دست آوردن دانش درباره جهان هستی وجود داشته. به عنوان مثال آقای پلاتو فیلسوف یونانی اعتقاد داشت که جهان فیزیکی نمایش ناقصی از یک جهان کامل و فراتر از زمان و مکان هست و دانش واقعی نه از طریق مشاهده جهان فیزیکی بلکه از طریق استدلال و تفکر درباره جهان حاصل میشه. البته ما امروزه میدونیم که این نظریه آقای پلاتو صحیح نیست و دانش یک علم تجربی هست که از طریق مشاهده و آزمایش به دست میاد. و اونچه که علم رو شامل میشه مشاهده حقایق، تفکر و ارائه توضیحات و احتمالات ممکن، آزمودن احتمالات و پیشبینی نتایج آینده است. اگر ما بخوایم که به علم اعتماد کنیم، حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم این هست که بتونیم به زبان علمی صحبت کنیم و با مفاهیم مثل حقیقت، فرضیه قانون و تئوری علمی آشنایی داشته باشیم و وقتی که دانشمندان از این اصطلاحات استفاده میکنن ما منظورشون رو متوجه باشیم و بدونیم که تفاوت حرف اونها با گفتارهای روزمره ما در چی هست. در ادامه ما 4 مفهوم حقیقت، فرضیه قانون و تئوری علمی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. اول بریم سراغ حقیقت علمی. همه مشاهدات ما از جهان اطرافمون به عنوان حقیقت علمی شناخته میشن. به عنوان مثال وقتی که ما مشاهده میکنیم دانسیته یخ کمتر از آب هست یا گاز هلیوم سبکتر از هوا هست و همچنین سختی الماس رو مشاهده میکنیم، همه اینها رو به عنوان حقیقت علمی میشناسیم. یکی از مهمترین مشاهدات دنیای فیزیکی مربوط به مطالعه اختراق توسط آقای لاوازی است. آقای لاوازی اومد اندازه‌گیری دقیقی از جرم اشیا قبل و بعد از سوزوندن اونها در داخل ظروف بسته انجام داد و متوجه شد که در طول اختراق هیچ تغییری در جمع کل جرم مواد در مصرف رخ نمیده و جرم مواد اولیه با جرم محصولات بعد از واکنش سوختن برابر هست. مورد بعدی فرضیه علمی هست. وقتی که دانشمندان یک مشاهده را انجام میدن معمولا یک تفسیر یا توضیح موقتی براش دارن که به اون فرضیه گفته میشه. به عنوان مثال آقای لاوازی بعد از مشاهده پدیده اختراق یک فرضیه رو ارائه داد که طبق اون واکنش اختراق در اثر ترکیب اکسیژن با چوب انجام میشه که منجر به تولید زغال، گاز کربن دی اکسید و بخارات آب میشه که در نهایت جرم مواد اولیه یعنی چوب و اکسیژن برابر با جرم محصولات یعنی مجموع جرم زغال، کربن دی اکسید و آب هست. در نظر داشته باشید که دانشمندان فرضیه‌ها رو با آزمایشات بسیار دقیقی تست می‌کنن که میتونه منجر به تایید یا رد فرضیات بشه. در برخی موارد یک سری مشاهدات و فرضیات مشابه منجر به توسعه یک قانون علمی میشن که اگر بخوایم یک تعریفی برای قانون علمی داشته باشیم میتونیم بگیم که قانون علمی یک بیان کوتاه از خلاصه مشاهدات گذشته است که نتایج مشاهدات آینده را نیز پیش بینی می‌کند. به عنوان مثال دانشمندان اومدن و واکنش‌های شیمیایی مختلفی رو انجام دادن و متوجه شدن که نه تنها در واکنش احتراق بلکه در تمام واکنش‌های شیمیایی در طی فرآیند جرم مواد اولیه و محصولات یکسان است و بنابراین قانون پایستاری جرم رو ارائه کردن که طبق این قانون در یک واکنش شیمیایی ماده نه ایجاد میشه و نه از بین میره، فقط از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه. در نهایت میرسیم به نظریه علمی. نظریه علمی در واقع مدلی هست که چرایی و چگونگی آنچه که در طبیعت انجام میشه رو توضیح میده. یکی از شناخته شده ترین نظریه های علمی نظریه اتمی هست که توسط شیمیدان انگلیسی جان دالتون برای توضیح قانون پایستاری جرم ارائه شده. در این نظریه آقای دالتون میگه که ماده از ذرات کوچکی به نام اتم تشکیل شده که این اتم ها در تغییرات شیمیایی نه ایجاد میشن و نه از بین میرن، فقط بازدارایی میشن و از یک حالت به حالت دیگه
تغییر میکنن و به همین دلیل هست که مقدار کل جرم ثابت باقی میمونه. به عنوان مثال اگر واکنش تشکیل آب رو در نظر بگیرید، میتونیم بگیم که یک اتم اکسیژن که دارای جرم واحد 16 هست با 2 اتم هیدروژن که هر کدوم واحد جرمی 1 رو دارن ترکیب میشه و یک مولکول آب رو ایجاد میکنه که دارای جرم واحد 18 هست. در نهایت نظریه علمی بایستی توسط مشاهده تایید بشه. به عنوان مثال تصویربرداری از اتم‌ها و جدا کردن اتم‌های تکی مشاهداتی بودند که به منظور تاییدیه نظریه اتمی مورد استفاده قرار گرفتند. با این وجود هیچ وقت نمیشه که نظریه ها رو به طور قطعی اثبات کرد، زیرا همیشه این احتمال وجود داره که مشاهده آزمایش جدیدی نقصی رو فاش کنه و منجر به عدم تایید نظریه علمی بشه. در اینجا نقشه کلی رویکرد علمی به دانش رو مشاهده میکنید و نکته مهمی که وجود داره این هست که فرضیه، قانون و نظریه بایستی با انجام آزمایشات مختلفی تایید یا رد بشن. و در نهایت در نظر داشته باشی که رویکرد علمی به دانش با مشاهده شروع میشه و با مشاهده به پایان میرسه و دانشی که ما به دست میاریم تنها یک ایدئال سازی از علم واقعی هست.